هیچ کاری برای امام زمان نمی‌کنه. اصلا احساس نمی‌کنی هستی. واقعا مظلوم ترین انسان این عالمه. برای ظهورشون، برای حضورشون، برای اینکه اسمشون زنده باشه. واقعا یکی از دغدغه‌های من. مثلا یه بار تو صفحه اینستاگرام نوشتم شده یاد امام زمان باشیم. 90% گفتم. خیلی برام قصه داره. انشالله یه قدم کوچیکی تو عمرمون، حالا کوتاه یا بلنده، به درد بخوره امام زمان باشه. تا حالا نبودیم، ولی انشالله حضرت خودش یه نگاهی به اون بکنه، باقی عمرمون قدمی برای حضرت برد، چون آقا هست دیگه. هیچ کاری برای امام زمان نمی‌کنه. اصلا احساس نمی‌کنی هستی. واقعا مظلوم ترین انسان این عالمه. برای ظهورشون، برای حضورشون، برای اینکه اسمشون زنده باشه. واقعا یکی از دغدغه‌های من. مثلا یه بار تو صفحه اینستاگرام نوشتم شده یاد امام زمان باشیم. 90% گفتم. خیلی برام قصه داره. انشالله یه قدم کوچیکی تو عمرمون، حالا کوتاه یا بلنده، به درد بخوره امام زمان باشه. تا حالا نبودیم، ولی انشالله حضرت خودش یه نگاهی به اون بکنه، باقی عمرمون قدمی برای حضرت برد، چون آقا هست دیگه.